خب ما به لایو به. هستیم. بله. شما تو اینستاگرام هم لایو شدی یا نه؟ چون من تو اینستاگرام هم لایوم الان. نه بهار جان، نه تو خب اینستاگرام لایو نیستم. باز بعدا بگم. میتونید چکیدش رو بذارید اینجا. آره. سلام بهار جان، سلام به همه بیننده ها. هر کسی که ما را از طریق از این ویدیو میگرنه، چی الله چی بعدن، انشالله که خوب و خوش باشین. کشور هستم از پرد استرالیا. امروز یک مهمان خیلی خاص، خیلی دوست داشتنی که واقعا قربونت. اه، خیلی بلده مرزش داره و خیلی یک منتوری لایق است در این بیزنس که اینجا دعوت کدوم. I'm very excited که اینقدر دیرا بود، چند وقت بود که منتظری از این روز بودم که امروز یک لایو اینترویو داشته شم. دعوت کدوم بهار جان از کانادا. میخواییم که درباره از بیزنس گپ بزنیم امروزیم و هر سوالی که دوستا داشته باشه از طریق از این ویدیو و یا چی حالا یا چی بعدن از ما بپرسن و ما در خدمت هستیم. بهار جان شما اگر لطف کنین خود معرفی کنین بلده دوستا و باز درباره بیزنس گپ میزنیم. حتما سلام به همه عزیزان، کسایی که الان ما رو میبینن، چه توی اینستاگرام به من جوین شدن، چه لایو ما رو توی فیسبوک میبینن. سلام به روی ماه همتون. امیدوارم که روز و شب خیلی عالی رو داشتید و بقیه‌ش رو در پیش خواهید داشت. من بهاره هستم، همینطوری که کشور عزیز گفت، و مرسی که منو دعوت کردی. من اتاوای کانادا زندگی میکنم. کشور جان حدود 2 ساله، چیزی نمونده که انیورسریشو بگیرم. حدود 2 ساله که توی بیزنس آنلاین هستم و میتونم بگم که هر لحظهش برای من نعمت بوده، همه جوره. حالا در مورد دیتیلش بیشتر صحبت میکنیم، ولی خیلی خوشحالم که اینجا. مرسی که من دعوت کردی. آماده برای اینکه هر سوالی که بپرسی با کمال میل جواب بدم. تشکر بهار جان، خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم امروز شما و بلده از من یک چانس بگم که یک بهترین چانس و بهترین انتخاب بودی بیزنس که در کنار شما میال هستم و این بیزنس رو پیش میبرم. خود را خیلی میرقم لکی احساس منم که مثل شما دوستا دارم. میشه بهار جان که درباره امزی پیشرفت خود، درباره امزی موفقیت خود این بیزنس که چطور موفق شده، خبریم که چقدر موفق هسته، خدا رو شکر دی بیزنس و یک منتور خیلی لایق هسته. درباره امزی استوری خود، درباره امزی جرنی خود، درباره اندمی بیزنس یک کمی صحبت کو که ما هم بشنوم، دوستا و فالوورای هر دوی ما هم بشنوم. حتما، تو لطف داری. حالا قبل از این که من داستان خودم رو بگم، منم باید اضافه کنم که کشور عزیز هم یکی از موفق ترین منتورایی بوده که من توی این 1 سال گذشته باهاش آشنا شدم. اومدی و مثل جت رفتی بالا، فوق‌العاده بود کارت. تازه یادت باشه که شما هم در مورد تریکایی که داری به من یاد بدی، به خاطر که فوق‌العاده خانم، فوق‌العاده. واقعیتش اینه که همه ما لاکی هستیم که توی این بیزینسیم، به خاطر اینکه شروع این بیزینس آسون نیست. البته من معتقدم که کشور جان شروع هیچ کاری آسون نیست، به خاطر اینکه همیشه اولی که میخوای یه کاری رو بکنی 1000 تا، به خاطری که نمیدونی. رایت وقتی که نمیدونی، مغز کارش اینه که تمام چیزایی که میتونه تو رو بترسونه رو بیاره روی میز بچینه برات و بعد بگی که ببین این میشه ها، اون میشه ها، این بده ها، به این دلیل، به اون دلیل. چرا؟ چون مغز کارش اینه که ما رو همون جایی که هستیم نگه داره و فکر میکنه که اینجا، به خاطر که تمام عوامل آشنا هستن، بهترین جاییه که ما هستیم. ولی لزوما این نیست. واقعیتش این نیست. واقعیتش اینه که اگر بمونیم اون جایی که هستیم و رشد نکنیم، به نظر من، برای خود من نمیخوام به کسی توهین کنم، ولی من برای خودم اینو یه نوع بدبختی میدونم، اینکه امروزم از دیروزم بهتر نباشه، تلاش بیشتری نکرده باشم. دوست دارم تا هر وقت، تا زمانی که زندم، جسمم کار میکنه، مغزم کار میکنه، رو به جلو باشم.
داستان منم از همینجا شروع شد که مثل تمام عزیزایی که الان احتمالاً دارن به شروع این بیزینس فکر میکنن، به اینجا رسید که خب من شغلم رو دوست ندارم، انزایتی و استرس شدید این شغل برای من آورده. من فول تایم جاب خیلی دهن پرکنه خیلی خوبی داشتم اینجا که یه وقتایی توی کشور جون، توی مثلا توی دوستا خب وقتی دور هم جمع می شدیم، تا می اومدم بگم که آره من روز سختی داشتم یا خیلی استرس داشتم توی کارم، فوری به من میگفتن که تو دیگه حرف نزن، کار تو خیلی عالیه، تو باید خدا رو شکر کنی، مهاجرا بعد از 5 سال اومدن به کانادا هنوز هیچی ندارن، تو باید خدا تو شکر کنی. این فیدبکی که از دیگران، از دوستا، از خانواده میگرفتم همیشه یه جورایی احساس من خفه میکرد، اینکه پس من حق ندارم ناراضی باشم. یه روزی به خودم اومدم دیدم که من دارم تو رویاهای دیگران زندگی میکنم و رویاهای منو دیگران لیبل میکنن با جاه طلبی، زیاده خواهی. نه، من اگه میخوام که نمیدونم تا 65 سالگی 75 سالگی کار نکنم، 9 تا 5 توی ساختمونای تیره با رنگ خیلی بد، میدونی با باد کولر زندگی نکنم، دلم بخواد که هر جای مسافرت کنم آزاد باشم، رئیس خودم باشم و پول به اندازه کافی داشته باشم، اینا جاه طلبی نیست، اینا خواسته های منه. و اینجوری شدش که با این خوب دنبالش بودم، دنبال فرصت مختلف بودم. کشور جون خیلی چیزا رو امتحان کردم. من یک بیزینس MLM امتحان کردم، من اینشورنس امتحان کردم، من آمازون امتحان کردم، همه رو هم کنار کارم. خب اما هر کدومشون یک بدیایی داشت که دلم نمیخواست خودم رو غرقش کنم، به خاطری که مثلا برای بیمه حسم اینطوری بودش که آره خیلی پول زیادی داره، ولی من میخوام مردم رو به چیزی قانع کنم که خودم بهش اعتقاد ندارم. من خودم این بیمه رو نمیخرم، بعد چجوری برم به مردم بگم تو بیا این بیمه رو بخر؟ تو میدونی چی میگم؟ آره درسته. گذاشتمش کنار. اما توی این بیزینس اولا که ما اینجا نیستیم برای که کسی رو قانع کنیم، ما اینجاییم برای اینکه داستان خودمون رو شیر کنیم، اطلاعات بدیم، به سوالات مردم جواب بدیم و انتخاب با خودشونه. ما اصلا اینجا نیستیم برای که کسی قانع کنیم. دوما اینقدر خودم از صمیم قلبم به این بیزینس ایمان دارم که وقتی که شما حرفای منو میشنوید منو باور میکنید، به خاطر که عین واقعیت رو دارم میگم. داستان من از اینجا شروع شد کشور جون. حالا من زیاد حرف زدم. تشکر جان، خیلی خوب توضیح دادی. واقعا خیلی امید یک بیزنسی است که ارزش داره، آدم زحمت بکشه، آدم وقت بلش تیر کنه. ما خودیم اگرچه ما کار نمیکردیم، کار یا فول تایم یا پارت تایم نداشتیم، ما فقط خانه بودم، مصروف بچه های خوب بودم که ولی درک منم که آدم چقدر مصروف است، آدم مزدوری کسی دیگر باشه، پیش کسی دیگر کار کنه چه رقم است، و یکی آدم رئیس خود خوب باشه چه رقمه. و وقتی که ما داخل از بیزنس شدم هم ده این فکر بودم که آدم چی وقتا سر درآمد میه و آیا چطور و چی کار کنی که به موفقیت برسی. وقتی که مثلا یک فکرایی که در ذهن آدم میه که آیا نمیشه یا مثلا امکان نداره و یا ما مصروفیم، این یک بهانه بلده خود آدم که پیش میه. و اون وقت ما همیشه در کوچ و منتور خو همیشه به اونا فکر کنم که اونا همیشه فول تایم جاب داره، اونا بچه های ریزه داره، مثلا به خود شما که همیشه فول تایم جاب دارین خبر دارم، خدا شکر است کلگی که ما همکار هستیم. وقتی که ما میگیم اینا کلگی از اینا، همه از اینا که قدر مصروف هستن، فول تایم جاب دارن و در کنار از بچه های خرم لوک افتر مونن و این بیزنس هم پیش مبرن، قدر درآمد خوب، درآمد بالا هم از دست میره و ما نباید این بهانه رو پیش بریم که ما بیزنس رو پیش بردن نمیتونیم یا ما مصروفیم یا سخت است بلدیم. و خدا رو شکر اینقدر
مثل که شما گفتین اینقدر ایمان دارم به لیزی بیزنس، اینقدر دوست دارم، اینقدر با اشتیاق کار نمرویشی که هر روز انرژیزم زیادتر شده موره. هیچ وقت احساس خستگی ننم بهار جان. و خدا رو شکر که در کنار شما هستم امروز، در کنار کوچ منتوری خوب هستم که هیچ وقت احساس تنهایی نکنم در بیزنس دیگه. امیرقم از جرنی خود من میرقم شروع شد و یالی کدام مشکلم ندارم، کدام بهانه هم ندارم، هر روز خوب پیشرفت کردم موریم خدا رو شکر در کنار هم دیگه. خیلی بهار جان یک سوال دیگه هم شما پرسان کنم که دوباره از اینکه مردم فکر نه که مثلا وقتی که واردی بیزنس میشن استرس دارن که آیا بیتونه پیش ببره یا نتونه، آیا این کار برایش سخت است، مثلا تجربه ندارن. کسایی که وارد از بیزنس میشن اونا از چی رقم حمایت میشه، اینجی چی رقم سپورت میشه از دی بیزنس دی کمیونیتی و درباره هر امکانات چه شما گپ بیزنس بلده فالوور از ما خیلی خوب میشه. حتما. سوال شما اینه که وقتی که وارد این بیزینس میشن چه حمایتایی رو خواهند داشت که این کمک کنه بهشون که استرس نداشته باشن. من با اجازهتون میخوام یه قدم عقب‌تر برم، به خاطر که خودت میدونی که ما در طی روز اگر بگم 1000 اغراقه ولی به 10 نفر پاسخ میدیم، جواب سوالاشون رو میدیم و حرفاشون رو میشنویم. یه جمع‌بندی کلی که من بکنم از اون افرادی که الان دارن این بیزینس رو بررسی میکنن، خب یه عده‌شون کلن از این بیزینس مدل خوششون نمیاد، به هر دلیلی فکر میکنن که نمیتونن به این بیزینس مدل اعتماد کنن. خب پس دیگه من برای اونا که نمیتونم کاری بکنم. اگه این بیزینس رو دوست ندارن و بهش اعتقاد ندارن، امیدوارم که یه کار بهتر پیدا کنن. این که تمام شد. حالا عده بیشتری که میمونن توی وبسایت من، توی وبسایت شما ثبت نام میکنن، اطلاعات اولیه رو میگیرن، وبینار رو نگاه میکنن. حتی اگه از من و شما بخوان ما میتونیم براشون دعوتشون کنیم به صفحه فیسبوک فارسیمون، اونجا تمام اطلاعات رو به فارسی میگیرن. حتی بیزینس مدل و اون وبینار 90 دقیقه‌ای که اولش انگلیسی براتون در اختیارتون قرار گرفته، اونو بعداً میتونید بیایید فارسی ببینید. البته باید از من یک کشورجان بخواید بهمون بگید که اینو میخواین تا ما شرایطش رو فراهم کنیم. خب حالا اینجا میرسه که افراد استاپ میکنن برای اینکه با یه دنیای ناشناخته مواجهن. بعد میگن که نه، ما وارد دوره ترایل نمیتونیم بشیم، اول نیاز داریم بیشتر بدونیم، اول نیاز داریم که بدونیم اصلا میتونیم این بیزینس رو بکنیم یا نه. من همیشه کشور جون با این که مواجه میشم یه جواب مشترک برای همشون دارم. میگم که من میخوام که تا اینجاش اومدید جلو، یه قدم بعدیشو به من اعتماد کنید و قبول کنید که توی هر شرایط تحصیلات، بک‌گراند و آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با کامپیوتر، آشنایی با سوشال مدیا، تو هر لولی که هستید دلواپسی برای اینکه آیا من موفق میشم یا نمیشم و بذارید برای بعدن، فقط اطلاعات بگیرید. میدونی ببین وقتی که آدم اطلاعات نداره دچار دلواپسی‌های عجیب و غریبی میشه، سوالایی میپرسه که اصلا سوال ربطی نداره، فقط به خاطری که نمیدونی یه سری چیزا میپرسی. خب حالا اون عده‌ای که جدی هستن مثل من و شما که میخواستیم شرایطمون رو تغییر بدیم، میخواستیم درآمد بیشتر داشته باشیم، حالا اونا میان توی دوره $149 ترایلمون، اونجاست که تمام اطلاعات رو میگیرن. حالا برمیگردم به جواب سوال شما. از اونجا به بعدشو تمام حمایت ها مثلا ببین مثل یه پکیج میمونه. خب اول از همه بعد از اینکه شما بیزینستون رو شروع کردید دسترسی به یه وبسایت آموزشی باز میشه. مثل نمیدونم کسایی که خارج از کشور دانشگاه یا کالج رفته باشن میدونن که همون اول بهشون یه اکانت داده میشه، بعد با اون اکانت وارد وبسایت میشن، سیلابساشون مشخص میشه، استادشون مشخص میشه، ساعت کلاساشون مشخص میشه. اینجا یه همینجور چیزی
فقط فرقش اینه که ویدیو بیس هست تمام آموزش ها، تو هر زمانی که خودشون دلشون میخواد با هر سرعتی که خودشون دلشون میخواد آموزش میبینن. پس این اولین پکیج حمایتیه که دارن. دوم، چون داریم با فارسی زبان ها صحبت میکنیم، الان حدود 4-5 ساله که تمام کوچ ها و منتورهای فارسی زبان دارن منابع فارسی تهیه میکنن. ما دسترسی به تمام این ویدیوها، آموزش ها که از نفر اول داده، بعد دیولوب شده، هی بهتر شده دیگه، هی آدم تجربه، مثلا من شاید الان بهتر یه چیزی رو آموزش بدم از 1 سال پیش که میدادم ها. اینا همه منابعش در اختیار عزیزان قرار میگیره و مهمتر از همش منتور و کوچیه که ما داریم. این حمایت چیزیه که من میگم، من چند تا بیزینس دیگر رو هم چک کردم. کشور جون، من هنوز که هنوزه اگه یک تبلیغ خیلی جذاب برای یه بیزینس آنلاین ببینم، وارد دوره ترایلش میشم. آره. تصمیم ندارم بیزینس دیگه ای بکنم ولی چون ترایل خب روش اسمش روشه، پولم حروم نمیشه، پول میدم هر چقدر باشه قیمتش، بعد اطلاعاتو میگیرم، بعد میام بیرون ها، چیزی از من چیز نمیشه، از من کم نمیشه. میرم تو ببینم، کامپرش کنم با بیزینس خودمون، که بعد اگر اینجا امروز به بیننده هامون توی فیسبوک، توی اینستاگرام میخوام قاطعانه وقتی میگم که بهترین بیزینس آنلاینی هست که در اختیارتونه، با ایمان میگم، به خاطر که بقیه هم رفتم امتحان کردم، مثل این فضولا میرم تو ترایل این بیزینس و اون بیزینس، کامپر کنم. آقا، منتورشیپ رایگان و کوچ رایگانی که برای ما وجود داره تو هیچ بیزینس دیگه ای نیست. کشور جون میگن که بیا این پکیج رو بخر، برو این کارا رو هم بکن، موفق میشی. اگه نشدی بستگی به خودت داره، باید قوی باشی، تلاش کنی، موفق بشی و سلام. آیا برای ما اینطوریه؟ ما شبانه روز در اختیار پارتنرامون هستیم، اطلاعات به هم کمک میکنیم، حتی مثلا مثل من و شما مستقیم با هم کار نمیکنیم، اما آیا ممکن هست من از شما چیزی بپرسم شما به من جواب ندید، شما از من چیزی بپرسید من به شما جواب ندم؟ به خاطر اینکه فرهنگی که اصلا این بیزینس رو درست کرده، اصرارش و تمرکزش روی آدم هاست. میگه آدم ها موفق باشن، پول خودش میاد. حالا شما به من بگو، شما چی کار میکنی برای افرادی که میخوان از شما چیزی یاد بگیرن؟ هرچی که من جا انداختم شما بگو، من آب بخورم. تشکر بهاره جان. همین رقم که گفتی بیزنس های آنلاین خیلی زیاد هستن. ما خودم هم قبل از هم بعد از اینکه بیزنس شروع کردم تحقیقات زیاد کردم درباره بیزنس آنلاین، حتی وارد ترایل شدم و پس خارج شدم، ولی اینقدر خوب نبود بلدیز ما که بیزنس هسته. بیزنس های آنلاین هسته که دایرکت سیل دارن، اونا فروش مستقیم دارن، ولی کارش سخت هسته. این بیزنس کس ضرر نه کس هیچ چیز را از دست نمیده و بستگی داره خود تو چقدر زحمت میکشی، چقدر بلشی باور داره کار روی ترینینگ کار منی و حمایت زیاد میشی، سپورت چی خیلی به اندازه سپورت میشی. ما خودم امی تیمی که ما دارم، امی مثلا کسایی را که ما حمایت منم، هیچ وقت احساس خستگی ننم بهاره جان. هر وقت که اونا بلده مسیج میده، حتی نصف شب باشم، ما موبایل ما میشه آن است، سایلنم ننم. اگر هر وقت شو بیدار باشم مگه مسیج چک کنم که یک نفر بلده مسیج داده، یک سوال پرسیده و نمور جواب میدیم. فهمی؟ دقیقاً. وقتی که ما خیلی مصروف بچه های هستم که اونا را آمادنم که برای اسکول رفتو، اونا را آمادنم وقتی آماده کردن لانچ از اونا هستم، موبایلم زنگ میزنه یا مسیج میگیرم از اونا که کمک لازم دارن، سوال میپرسن که در کجای ترینینگ سوال دارد. ما 2-3 دقیقه وقت را بلده از اونا میدیم
خیلی کویک مرم سوالای از اونا رو جواب میدیم. نمیخوایم اونا منتظر باشه. هر چقدر که در توانیم است اونا کوشش منم که اونا احساس تنهایی نکنه در بزنس. و این خیلی یک انرژی مثبت بلده میده. مثلا خیلی یک احساس خوب بلده میده که مثلا ما میتونیم امروز در حالی که ما تا 2 سال پیش ما خودم هیچ چیز بلد نبودم، حتی بلد نبودم که لپتاپ را چطور استفاده کنم. ما امروز یک عالم آدم دیگر هر قدر سوال پرسان مونه درباره بیزنس، حتی درباره لپتاپ چطور استفاده کنه و از کجا چی کار انجام بده، ما اونا رو یاد میدیم. هر سوالی که از ما پرسیده میشه ما اونا رو کویک جواب میدیم بدون کدام تأخیر. این خیلی قشنگه کشور جون. بذار حالا عزیزانی که با من اینجا هستن صدای تو رو هم دارن میشنون، ولی من دوست دارم داستان تو رو این تیکه‌ای که گفتی رو یه بار دیگه بگم. خیلی شیرین گفتی. کشور جون توی مثلا چند وقته داری این کار رو انجام میدی عزیزم الان؟ ما 1 سال و 8 ماه میشه بهار جان. 1 سال و 8 ماه، یعنی همزمان با هم دیگه شبیه هم. کشور جون وقتی این بیزینس رو شروع کرده حتی لپتاپ روشن کردن رو بلد نبوده. هیچ وقت شغل قبلیش، کارهای قبلیش باعث نبوده که یاد بگیره که کامپیوتر کار کنه. خب مثلا من خب یه عمری همیشه با کامپیوتر کار کردم، ولی آدمی مثل کشور جون که هیچ تجربه‌ای نداشته از قبل، الان یه گروه خیلی بزرگ رو داره آموزش میده و حتی جواب سوالای مثلا کوچیک و بزرگشون رو در مورد کامپیوتر انجام میده. میدونید ما این سیستم رو داریم خب که حتی مثلا من میتونم بیام تو کامپیوتر شما یه کاری رو برای شما انجام بدم که مثلا اگه اینجاشو گیر کردی، من یک بار وایس گذاشتم، یه بار تکست دادم، گفتم نه اینجاشو باید اینجوری کنیم، متوجه نشدی، اوکی بی خیال، بیا توی میتینگ، من میام تو کامپیوتر تو. حالا فکر کن مثلا کشورجون استرالیاست، من کانادا، it doesn't matter. بعد من میرم تو کامپیوترش اون مشکل رو براش حل میکنم. کشورجون کشوری که 2 سال پیش هیچ تجربه در مورد کامپیوتر نداشت الان اینجوری داره تیمش رو ساپورت میکنه. دیگه نشنوم کسی بگه آخه من میترسم از اینکه این بیزینس رو شروع کنم به خاطر که کامپیوتر بلد نیستم، سوشیال مدیا بلد نیستم و دیگه کسی به من این حرفو نزنه. هیچ بهار جان خواستن توانستن است. اگر مثلا ایرا اگرچه از کوچ هم شنیدم همیشه اندمی باورم هستم اگر یک کسی بخواه سخت کار کنه، اگر خود آدم بخواه میتونه سخت کار کنه، اگر بخواه در هدف خود برسه میتونه دمو برسه، اگر بتونه زیاد کار کنه یا کم کار کنه، هر رقم که خود آدم بخواه امکان هسته. هیچ چیز نیه که بگه این امکان پذیر نیه، هیچ چیز وجود نداره که بگه این امکان پذیر نیه. کاملا. ببین این روحیه مهم خود آدم که باید بخواه. ایول مرسی. این روحی است که برنده میشه. نه تنها فقط تو بیزینس ما، دور قبول داری تو هر کاری. آقا اگه میخوای که توی یک کاری موفق بشی باید بخوای که موفق بشی. تموم شد رفت، دیگه بحثی نداریم. اگر حالا ببینم چی شد، حالا من که آخه بلد نیستم، من که آخه وقت ندارم، من که آخه اینجوری، من میدونی اگر قرار باشه که هر کدوممون برای خودمون 1000 تا اکسکیوز بیاریم، 1000 تا اکسکیوز آوردیم به همین سادگی. ولی اگه قرار باشه که بگم که اوکی من این کارو میکنم، من این کارو میکنم. یکی از عزیزانی که من میدونم که دلواپسه، دوست داره این بیزینس رو شروع کنه ولی دلواپسه اینه که انگلیسی بلد نیست. داره توی اینستاگرام از من میپرسه که خب شما کشورجون کامپیوتر بلد نبوده، انگلیسی چی؟ آیا انگلیسی چند درصد بلد بودی؟ چقدر واردی؟ آیا انگلیسی باعث میشه که صد راه موفقیت بشه؟ کشورجون شما جواب بده لطفا. بهار جان ما انگلیسی خودم که به حدی بود که مثلا که من مشکل خو حل میکردم، مشکل انگلیسی نداشتم، ولی و در بیزنس امو قدر باشه که فقط ایمیل و مسیج را خوانده و نوشته بتونه دیگه این حمایت زیاد میشه. در ترینینگ ها مثلا در زیرنویس فارسی هم ترانسلیت میشه، امکان پذیر است بلدشی و کسایی هست که انگلیسیش هم خیلی خوبه، ولی اگر خود آدم تلاش و پشت کار نداشته باشه، در توانایی خود که باور نداشته باشی،
هیچ وقت و هدف رسیدن نمیتونی. مهمه که خود آدم تلاش پشت کار داشته باشه، خود آدم باور داشته باشه که ما حتما اینمی کار را خوش دارم، ما حتما باید اون نقطه برسیم و این بلدش امکان پذیر است. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم. هرچی که بیشتر حرف میزنی من بیشتر با مایندست شما آشنا میشم و کاملا چیز میکنه، آشنایی با شما، حرفای شما انگار بکاپ میشه برای اون تئوری که من دارم. آدم‌های قویان، ببخشید، آدم‌هایی موفق میشن که مایندست قوی دارن. یعنی من و شما، البته اینم نمیدونم، من میگم شما بگو موافقی یا مخالف. من خودم توی پروسه هی قوی و قوی تر شدم، به خاطر اینکه اگه میخواستم وایستم بگم که نه من الان انزایتی دارم نمیتونم بیزینس بکنم، یا الان خیلی سرم شلوغه نمیتونم بکنم، بذارم خوب که شدم بعدن، من هنوزم تو همون شرایط 2 سال پیش مونده بودم. شروع میکنی اما در عین حالی که داری چیزی یاد میگیری روی مایندستت هم کار میکنی. اینو قبول داری؟ آیا این قدرت و این اعتماد به نفسی که من الان توی کشور میبینم 2 سال پیش هم همین بوده یا اینکه این رشد کرده؟ ما خودم دیگه نظریم که ما زمین و آسمان تغییر کردم. زمین تا آسمون. پیش از اینکه ما این بیزنس شروع کنم ما یادم نمانده که ما یک روز یک دونه کتاب را مثلا از کتابخانه باروک داشتم بیر مور تمام کردم ببرم پس ریچارن کردم. نه بوک میوردم، خیلی دوست داشتم بوک بخونم ولی میوردم اصلا امی انگیزه چیز نداشتم و جرأت از این نداشتم که میره هر روز ارگانایز باشم می کتاب را بخونم تمام کنم بعد ریچارن کنم. او همیشه بعد از باید یک نیم چپتر که میخوندم دیگه هم بود دیگه، تا وقتی که ایمیل ما میگرفتم میگفت ای بوک اووردیو شده باید ریترن کنی، باز دوباره اون ریترن میکردم. و از وقتی که ما این بیزنس شروع کردم ما چندین دانه کتاب را خواندم و تمام کردم. هر کتاب را که ما میخوانم خلاص مونم یک عالم تغییرات من مایند از ما واقعا خیلی تغییر نه. و این بیزنس تنها درآمد مهم نیه، تنها درآمد نیه، تو باید رشد کنی، تو باید مایندست تغییر بدی، تو باید یاد بگیری، درآمد خود به خود به وجود میاد. درآمد خود به خود میاد. واقعا درسته. منم به تیمم، به افرادی که باهاشون کار میکنم همیشه اینو میگم. ما این بیزینس رو شروع میکنیم، ترینینگ‌ها رو شروع میکنیم، روی خودمون کار میکنیم و فقط فوکس میکنیم به این که چجوری بهتر بشیم. تموم شد رفت. دیگه یک نکته دیگه باید بگیم که ما از اول که ما زیاد درایو مونم در طول روز بهاره جان، بچه های خوب مبرم مدرسه باز مورم دوباره پس میرم در 2 مدرسه مورا بچه های 2 تایشی ده های اسکول مورا 2 تایشی پرایمری مورا. 4 تا بچه داری؟ 4 تا بچه دارم. خدا حفظشون کنه. اونا را تشکر. باز هفته پورا اونا بوکینگ داره برای ورزش و سویمینگ، اونا را برو بیرو. ما همیشه پیش از در درایوینگ همیشه آهنگ گوش میکردم. یعنی آهنگ را تبدیل کردم به کتاب گوش دادن، تا آدیو بوک گوش کردم. اصلا اگر گوش نکنم آدیو بوک اگر گوش نکنم اصلا خوش ندارم درایو کدوره بخی سرگردانی عادت کدم. وقتی که موبایلم در موترم چیز است بلوتوت شده، وقتی که ما موتر را روشن منم می آدیو بوک از ما منجم روشن است، فقط امور گوش منم و مایندستم را هر روز هر دقیقه تغییر میده. خیلی دوست دارم. خیلی خوشم آمد از این، خیلی خوشم آمد. کشور جون، من چند روز پیشا با یه خانم جوان تحصیل کرده که تازه از ایران اومده بود استرالیا آشنا شدم. بعد داستان زندگیشو برام گفت و قلبم لرزید. خب من اصلا نمیدونم، احتمالاً میدونی من مددکار اجتماعی هستم
خب تا تو ایران کار میکردم که با همه گروه‌های مختلف کار میکردم. تو ایران مثل اینجا نیستش که تخصص روی مثلا فقط کودکان، خانواده، هر جا که کار کنی یه کاری بهت میدن، تو اونجا تجربه پیدا میکنی. اما اینجا که دوباره برگشتم دانشگاه، دقیقاً اختصاصاً در مورد Women's and Gender Studies خوندم و تخصصم روی حقوق زنانه. به خاطر همین بحث زنان برای من خیلی ارزش داره. نه اینکه فکر کنید که اگر آقایون دوست داشته باشن که این بیزینس رو بکنن من مثلا تبعیض قائل میشم، خانم‌ها رو بیشتر ساپورت میکنم، نه. ولی زنانی مثل شما، زنانی که از یه جایی به بعد میگن که اوکی من حالا فهمیدم که نقاطی که باید روشون کار کنم تا قوی تر بشم کجان و از این به بعد فوکس میکنم روی اونا و از این به بعد هر روزم رو بهتر از دیروز میکنم. خب اصلا این بحثا شدیداً منو احساساتی میکنه، شدیداً. ببین این که من مادر 4 بچه باشم، تخصص خیلی زیادی نداشته باشم، میتونم تا آخر عمرم ادای یه آدم قربانی رو در بیارم، همیشه نقنقم و تازه سر بچه هام داشته باشم که آره من زندگیمو فدای شما کردن خیلی ها بودن، نگید که نه مردم این کار نمی کنن، نه خیلی ها میکنن. آره من هیچ کار نتونستم بکنم، به خاطر شماها زندگیمو من خرج شما آقا کردم، فقط راننده شما، قر دیگه. بعد هیچی هم یاد نگیرم، همینجوری هم زندگی کنم، بعدم از آخر بگم که من آدم بدشانسی بودم، هیچی برای من خوب نبود، مهیا نبود. ولی در مقابل یه چنین رفتاری آدم‌هایی پیدا میشن که یه روزی از زندگیشون ممکنه 20 سالگی باشه، ممکنه که 40 سالگی باشه، بگن enough is enough. من آمادم که تغییر کنم، من یه چیز بیشتر میخوام. اوکی اینقدر سواد دارم، اینقدر دانش دارم، حالا بالاترشو میخوام، اینقدر درآمد دارم، حالا بالاترشو میخوام. That's amazing. That's amazing. آره جان، از ما بچه بزرگتریم 14 سالش تازه، بچه بزرگتریم و خردتریم دختریم است که تازه 8 سالش ده. وقتی که می کلاس کیندیگارتن شروع داد، سال اولی مدرسه خرا ما شروع کردم سرچ کردم که یک کار، یک جابی باید داشته باشم که میشد دیگه. خدا شکر دیگه می بیزنس رو بروشتم که مثلا این چیز نشد دیگه که برم پیش یک کسی دیگه کار کنم، مزدوری کسی دیگه باشم. امی باعث شد که رئیس خود باشم، امی کار کنم بلدیز خود. یک روز دیگه امی رقم که خود تو گفتی، یک روز نشنه که ما سر بچه های خود غورده ایم که مثلا ما امی وقت خره عمر خره صرفش موقتم که برو بیرو، مثلا ما هیچ کار برای خود نتونستم. ما میخوایم سر پای خود باشیم، بچه ها هم بزرگ شنه برو سر پای خود دیگه هر کس غم خود را خورده بیتنه. دقیقاً. و باز دوباره این چشم من خیلی جالبه، من اینجوری که روی دوربین میشینم چشم شروع میکنه به اشک ریختن و خیلی جالبه که خب حالا اینی که من میگم مثلا دلیل بر چیز نباشه، دلیل بر شو آف در مورد کلمه فارسیشی پوز دادن. منظورم پوز دادن نیست. من یا مثلا کشورجون اگر در مورد درآمدمون صحبت میکنیم، منظورمون اینه که پتانسیل این بیزینس رو نشون بدیم. تازه ما جز کوچیکاش حساب میشیم. اصلا درآمد ما در قبال، آره برای خود من خیلی فرق میکنه. درآمد من الان 3 تا 4 برابر فول تایم جابی هستش که از ساعت 9 صبح تا 5 صبح اسیر بودم توی یه ساختمون کار میکردم، دست کم 4 برابر دارم در میارم. خب ولی باز هم درآمد من در قبال درآمد کسی که مثلا 4 سال 5 سال تو این بیزینسه اصلا صفر حساب میشه. ناچیز. میخوام بگم درسته که شما نرفتی، شما نه درسته شروع جمله نیست، اینکه شما اولا که برای دیگران کار نمی کنید، دوما که اسکیجولتون دست خودتونه، هر زمانی که خودتون میتونید کار میکنید در کنار 4 تا بچه‌تون که هر 4 تاشون کوچیک حساب میشن. آره
پسر کوچیک من 15 سالشه، هنوز نیاز به مراقبت داره. هنوز من اگه صبحانه نذارم جلوش میگه من سیرم نمیخورم. تینیجر دیگه. اگه غذا براش آماده نباشه میگه نه من هیچی نمیخوام مرسی. خب پس من هنوزم وظیفه دارم ازش مواظبت کنم. حالا شما بزرگ 14 سالشه، 4 تا بچه کوچیک داری عملا، داری به اینا رسیدگی میکنی و از همه قشنگترش اینه که داری درآمدت حداقل من میدونم حداقل 3 برابر درآمد یک رگولر جابی بود که شما میتونید بگیری. چون که تو کشور خارجی و من خودم این همه مدرک اینجوری سوار با 15 سال سابقه کار از ایران اومدم، دوباره رفتم دانشگاه اینجا، دوباره باز دانشگاه درس خوندم، آخرش هم وقتی کارو شروع کردم اولش با لول مثلا 2 شروع کردم. نیومدن بگن که بفرما شما از 15 سالگی مثلا 15 سال تجربتو بیار اینجا دیگه برو اون بالا بشی. نه، مگه آدم میخواست چقدر در بیاره ماهی سالیانه؟ نمیدونم، مثلا رگولر جاب اینجا توی کانادا بین 30,000 تا 50,000 تا در نیست و به اضافه تکسی که میره ماهی چقدر دست آدم میاد. پس شما بهترین انتخابی که میتونستی رو انجام بدی. آره امور قامت درسته بهارا جان، بهترین انتخاب بود، بلدیم بهترین چانس بود دیگه. ما هر لحظه و هر روز که یادم زی مفتم که مثلا چطور شد من بیزنس انتخاب کردم و هر لحظه خدا شکر کنم که از او مهمتر که اینقدر دوستای خوب دارم که مثل یک فامیل شدن بلدیم. فامیل اونقدر ارزش داره بلدیم. هر کدام از شما، هر کدام کوچ و منتوریم، هر کدام شما دوستایم که هستین، همکارا که هر دفعه میگن یک دقیقه گپ میزنین، یک عالم انرژی بلدیم روح میده. یک عالم انرژی میگم که اصلا دیگه یک دنیای دیگه بلدیم. وارد کامیونیتی شدیم، میدونی، عضو یه تیم خیلی بزرگ شدیم. این خیلی ارزش داره. اصلا بلانگینگ یکی از مهمترین بحثای بهداشت روانیه. این که بذار این رو صادقانه بهت بگم، وقتی که من تو آفیس کار میکردم I didn't see myself fit, right? So اینجوری بودش که با همه احوال پرسی میکردم. صبح توی آشپزخونه داریم قهوه درست میکنیم، how was your weekend؟ بعد اون یکی از بچهش میگه، این یکی میگه گاراژمو تمیز کردم، اون یکی میگه گلکاری کردم، با هم میخندی. ولی من هیچ وقت خودمو عضو اون گروه نمیدیدم. میدونی چی میگم؟ من کوچکترین چیزی ندارم، دلواپسی در مورد انگلیسی صحبت کردن ندارم، باهاشون میگفتم، میخندیدم، ولی همیشه این حس بیلانگینگ نبود. به خاطر که اصلا تو آفیس جابا تو 6 ماه اینجا روی پروژه کار میکنی، دوباره میندازنت اونجا، دوباره میندازنت اونجا، اصلا وقت نمیشه که با کسی خیلی دوستی عمیقی داشته باشی. و بعد وقتی که پای کامپیوتر بودم و تنها بودم به شدت احساس تنهایی میکردم. یعنی احساس میکردم با این در و دیوار این آفیس داره منو میخوره، چون که با کسی حرفی نداشتم. و بعد جالبه که مثلا ممکن بود همکاری بیاد در کیوکوبال من بخواد با من صحبت کنه، من حوصله‌شو نداشتم، برای که حرفش برام جذاب نبود، براش نمیفهمیدمش. اما اینجا تو این بیزینس ما وارد یک کامیونیتی میشیم که بهش علاقه پیدا میکنیم، ما عضو بشیم، بودنمون مهمه و اپریشییت میشه. هر چیز کوچیکمون سلبریت میشه. مثلا یک لول بالاتر میری، یک پیشرفت میکنی، یه چیزی یاد میگیری، منتور تشویقت، خودت احساس لذت میکنی، منتور تشویقت میکنه، کوچت تشویقت میکنه، کوچت تشویقت میکنه، توی لایف ایونت هایی که داریم ازت اپریشییت میشه. همه اینا باعث میشه که من عاشقانه توی این کامیونیتی بمونم و رشد کنم. قبول داری؟ آره درسته بهارا جان، قبول دارم. خیلی من فکر میکنم که بحث خیلی قشنگی کردیم. دوباره خیلی ممنون که منو دعوت کردی. من خودم خیلی لذت بردم از
دیتیل بیشتر دونستن در مورد تو و زندگی تو، چون که میدونم که خیلی موفقی. یه سوال یه کمی خصوصیه ولی خب حالا نمیخوام ندیده بگیرم سوالایی که اینجا توی اینستاگرام پرسیدن که اهل کجایی کشور جان؟ اگه اشکال نداره توضیح بده. ما اهل افغانستان از جاغوری هستم بهار جان. جاغوری؟ جاغوری اهل افغانستان. آره 16 ساله که استرالیایی. 16 سال بعد مستقیم از افغانستان اومدی استرالیا؟ آره. افغانستان 3-4 سال پاکستان ماندم، از پاکستان در افغانستان در اینجا در استرالیا آمدم. بعد از او اینجا مادم که دمی دورانی که ما بچه های هرم بزرگ کدم، مثلا یعنی باردار بودم، پرگنین بودم، ما درس یعنی کالج رفتم و ادامه میدادم. تا از اینجا مادم زبان خواندم. بعد از او درس صنفی شروع کردم چند سال و وقتی که کلاس 12 را ما اینجا ختم کردم، بچه سومم در دنیا آمد. بعد از او دیگه میخواستم که دانشگاه بروم، یونیورسیتی ادامه بدیم که مسئولیت زیاد شد دیگه، روز با 3 تا بچه نشد دیگه که ما باید برم دانشگاه هم بخوانم ادامه بدیم یا یک رشته انتخاب کنم. باز من امروز بچه‌ها بزرگش نبرم دوباره درس شروع کنم، سبا شروع کنم، این سال دیگه سال الا نه دنبال کار برشدم که باید کار کنم که شکم از یار پر کنم یا گاینده خوب بلده. حالا چیزی از دست ندادی عزیزم؟ من رفتم دانشگاه با $50,000 بدهی اومدم بیرون. درس خوندن اینجا اینجوری هنوز دارم بدهیاشو میدم عزیزم. خیلی چیزی از دست ندادی، دانشگاه نرفتی. به نظرم بهترین انتخابو کردی. اگه اجازه بدی رپاپ کنیم حرفامونو. آره. که زیاد وقت عزیزان رو نگیریم. امیدوارم که بحث امروزمون به عزیزانی که دارن به این بیزینس فکر میکنن اما پشت ترساشون موندن کمک کنه. ترس خیلی چیز طبیعیه ولی واقعی نیست. احساسات واقعی نیستن. روی احساسات نباید خیلی آدم توجه کنه. باید بپرسیم از خودمون که احساساتمون از کدوم افکارمون اومده. و دوباره برمیگردم به توضیحی که اول دادم. مغز کارش اینه که رندوملی فکر بیاره تو سرمون. این ماییم که تصمیم بگیریم که کدوم فکر کارآمده، کدوم یکی نه. ترس یکی از چیزای طبیعی هست که مغز میذاره جلومون برای که از کامفورت زونمون نیایم بیرون. یک بار برای همیشه با خودتون حرف بزنید. اگر دلایلتون قوی هست برای اینکه این بیزینس رو شروع کنید، اگر دلایل چیا باید باشه؟ اگر به اینکام بیشتری نیاز دارید، اگر نیاز به اعتماد به نفس بهتر دارید و دوست دارید که در کنار کاری که میکنید رشد کنید بدون اینکه ریسک داشته باشید، بدون اینکه رئیس بالا سرتون باشه، استرس داشته باشید یا لایف استایلتون رو تغییر بدید، این بیزینس اونیه که شما باید امتحانش کنید. همین. اگه شما چیزی داری اضافه کن. تشکر بهار جان. همه چیزایی را که شما گفتین درست. هر کس که بخواید یک بیزنس حلال واقعی که خیلی با ارزش است داشته باشه، یا بهار جان یا من هر کدام ما را که بخواین معلومات را دریافت کنن. ورکشاپ رایگان داره، 30 days ترایل داره، مثلا استپ بای استپ چند استپ را شما موریم. بعد از او انتخاب با خود از اون است که این تصمیم میگیره آیا این بیزنس مناسب شی است یا نه دیگه. انشالله. این آخرین کامنت رو میخوام برات بخونم که خودت هم بدونی. اسمای عزیز نوشته که حرفاتون آدم رو آروم میکنه و پر جرأت. مرسی کشور جون. تشکر بهار جان. قربونت برم. مرسی به همه که ما رو گوش کردید. امیدوارم که تاثیر داشته باشه. امیدوارم که توی همه مراحل زندگیتون بهتون کمک کنه. مرسی که با ما بودید. تا یه وقت دیگه. خدا نگهدار همه. کشور جون ممنونم عزیزم. تشکر بهار جان. خدا نگهدار.